لابد شما همین لیست بلند بالایی که پخش شده و مربوط به جزیره اپستین رو دیدین. خیلیاتون هم تعجب کردین که همچین اسما یا همچین افرادی داخل این لیست بودن. افرادی مثل تام هنگس، جیمز فرانکو، دیکاپریو، راک، کیتی پری، ملکه الیزابت، ایلان ماسک، بیل گیتس، باراک اوباما، بایدن، کلینتون، بیانسه، رابرت دنیرو، امینم، بن افلک. به 3 موضوع برمیخوره. کل داستان چجوری است؟ کیا توش بودن؟ چه شکلی بوده؟ چجوری اینجوری تونستن سوء استفاده کنن از بچه‌ها؟ دومی مربوط به پرونده پیتزا، وقتی که ایمیلای کلینتون هک شد و از اونجا تونستن سرنخ به دست بیارن برای این پرونده. سومی مرکایی که به خاطر این پرونده به دست اومده و وجود داره، یکی مثل همون متیو پری که بازیگر فیلم فرندز بوده، دومی کسی که تام هنگس رو لو داده، سومی مدل روسی بوده که خودکشی کرده. ببینیم چجوری است، قضیه چیه. این اپستین نامی بوده که اومده درس خونده توی کالج های ریاضی، قبلا هم توی دبیرستان عضو تیم ریاضی بوده، عضو تیم المپیاد ریاضی بوده، ولی مدرک نمیگیره. بعد چند سال میاد داخل یکی از دبیرستان‌های خصوصی نیویورک تدریس میکنه. توی اونجا توی نیویورک که تدریس میکرده توی دبیرستان خصوصی بوده. بعدش به خاطر اینکه اونجا هم دیدن که به دخترای کم سن و سال تعرض کرده، سریعا اخراجش میکنه. ولی به خاطر اینکه توی نیویورک بوده و توی اون دبیرستان خصوصی بوده، تونست خیلی لینک‌های زیادی بزنه با آدم‌های پولدار. رفته پیش یه نفری که گرگ وال استریت نامی بوده. بعدش از طریق اون سهام رو یاد بگیره، سود یاد بگیره که چجوری توی سهام و بورس و اینها سود کنه. بعدش میاد شرکت خودش رو میزنه، حالا پولدار میشه که به واسطه این میتونه با افراد و سلبریتی های مختلفی از مثلا ترامپ و بیل گیتس و کلینتون و اینها رابطه بزنه. برای اینکه پیش اینها باشه خیلی باج داده. مثل اینکه زنش هم گرین مکسول که خودش رو جا زده بوده برای فعال حقوق بشر و فعال محیط زیست که حالا لو رفتن. بعد این گرین مکسول جالبه که دختر رابرت مکسول که خودش نماینده پارلمان تو انگلیس بوده و همچنین رسانه‌ها در دستش بوده، یعنی که اینم یه آدم سرشناسه. اینا دخترای شناسایی میکردن که بی سرپرست بودن یا بد سرپرست بودن که حرفشون رو کسی گوش نده و اونها رو از طریق یک پیتزا فروشی کامت بوده انتقال میدادن به همون جزیره‌ای که گفتم، جزیره اپستین. با هواپیماهای شخصی خودشون به اونجا انتقال میدادن این دختر بچه‌ها رو. و حالا خیلی افراد مختلف و مهمی تو اون جزیره رفت آمد داشتن و اونجا میرفتن و میومدن و این مشکل خاصی ایجاد نمی‌کرده تا سال مثلا 2008-2009 40 تا از دخترای 14-15 ساله از اون شکایت میکنن. این شکایت ها هم بررسی میکنن، ولی خب تو اون مرحله اول این شکایت ها رد میشه و مشکل خاصی درست نمیکنه. توی 2015 شکایت ها به 1000 نفر میرسه. اینو دستگیرش میکنن، 13 ماه براش حبس میبردن. و این نه حبسی که شما فکر میکنین. ایشون میرفته توی کاخ سلطنتی خودش، اونجا حبس خانگی داشته، هیچ مشکلی هم نداشته و تقریبا به تمام کارهای خودش هم میرسیده. حالا میرسیم به اوایل ریاست جمهوری ترامپ که گفتیم ایمیل های کلینتون اون موقع هک شده بود. توی قسمت دوم بهش اشاره میکنیم. اینجا میزان شکایت ها رفته بود بالا، چند هزار تا شده بود و قاضی دیگه ایشون رو دستگیر میکنه و حکم مادام العمر بهشون میده. وقتی میرن زندان یه مرگ مشکوکی براشون به وجود میاد که خود آمریکاییام سر این شک دارن و مشکوکه که ایشون خودکشی کرده یا کشتنش. چرا؟ چون هم نگهبانای بندخواب بودن، همون همبندیش اون زمانی که ایشون خودکشی کرده تو بند نبوده و قضیه یه مقداری بوداره. و همچنین زنشون هم داخل زندانن که گفته بودیم که هنوز هم زندان و داخل زندان هستن، ولی فکر کنم 20 سال حبس براشون بریدن. و همان زمان که داشتن ایشون رو داخل دادگاه محاکمه میکردن، خیلی از سلبریتی ها پاشون گچ گرفته بودن. خیلی عجیب بود و میگفتن که به خاطر اینکه پابند بستن به داخل پاشون و نمیخواستن لو برن گچ میگرفتن. حالا بریم ببینیم تو این لیست عجیبی که گفتن اسم کیا هست و این خیلی عجیبه. جو بایدن هست، امینم هست، دیکاپریو هست که مشخصه، لیدی گاگا هست،
بعد بیل گیتس هست، تام هنگس هست. حالا تام هنگس گفتیم یکی خودکشی کرده، بهش میپردازیم بعدن. هیلاری کلینتون هست که گفتیم ایمیلاش لو رفته و بن افلاک هست، جیزی هست، بیانسه هست، کیتی پری هست، راک هست، آنجیلا جولی هست، شاهزاده انگلیس هست که خل لباس شد. اینا خیلی عجیبه اسم این افراد که میگن رفتن داخل اون جزیره. و حالا اینجا رو باید دقت کرد، همشون تایید شده نیستن، چون این فرد خرپول بوده دیگه، بعد کارهای بورسی انجام میداده. خیلیا باش همکاری میکردن. وقتی خیلیا باش همکاری میکردن، این اسما رو چجوری به مثلا گفتن این افراد رفتن داخل جزیره؟ از اون قربانیا بهشون گفتن اسم کیا رو شنیدی؟ خب یعنی مثلا این اسم اینجوری بوده که یه دختره داشته ایشون ماساژ میداده، مثلا به گوشی ایشون زنگ میخورده، میگفته دیکاپریو. حالا مشخص نیست دیکاپریو رفته داخل جزیره یا نه، ولی خب اسمش تو این پرونده اومده، باید اثبات بشه. قضیه اینه. ولی خب این اسما خیلی جذابه، مخصوصا اونایی که مثلا دیدین دیر پیر میشن. حالا تو اون بخش 4 ویدیو میگیم قضیهش چیه. مثلا یارو مثلا 50 سالشه ولی پوستش خیلی خوب مونده. حالا اونجا بهتون میگم قضیه چیه. میرسیم به موضوع هک ایمیل های کلینتون توی بحبوحه انتخابات آمریکا که رقیبش ترامپ بوده. وقتی کلینتون ایمیلاش هک میشه، به پیام های عجیبی برمیخورن. میگه شما مثلا سفارش پیتزا دادید، پیتزا میخواید، بعد دیدن پیتزا خیلی زیاد شده توی این ایمیل ها. FBI میره تحقیق میکنه ببینه قضیه پیتزا چیه. به این میرسن که تو اون ایمیل ها منظور از پیتزا دختر بوده، منظور از هات داگ پسر بوده، منظور از پنیر دختر کوچیک بوده، منظور از پاستا پسر کوچیک بوده. یعنی برای این سیاستمدارها و افراد مهم ایمیل های میرفته که آیا شما مثلا سفارش میدین مثلا یه دختر کوچیک و اینا رو. خیلی عجیب بوده. ردشو میگیرن، میرسن به همین جزیره اپستین که بعدش اپستین محاکمه میشه، میگیرنش. چجوری میبرده این بچه ها رو؟ گفتم با هواپیمای شخصی میبرده. اینجا میشه که اون ایمیل های کلینتون یه سرنخی میده دست پلیس و این موضوع به سوی حل شدن میره. خب میرسیم به مرگ و خودکشی‌هایی که تو این پرونده بوده و خیلی عجیبه و این پرونده رو مرموز کرده. اولیش به ایسا کپی میرسه. یه خبرنگاری بوده، اومده یه خبری کار کرده، گفته که یک دختری 13 ساله رو تام هنگس خریده و بقیه داستان همونجوری که فکر میکنید بوده. ولی بعد از این اتفاق جنازه‌اش توی خونه پیدا میکنن و میگن خودکشی کرده و این خیلی عجیبه. دومی متیو پری بوده که بازیگر فرندز بوده و همتون میشناسینش. میخواسته این اواخر راجع به این اتفاق صحبت کنه و بیاد راجع به این اتفاق رازهای برملا کنه که اینم میگن که خودکشی کرده و توی خونه مرده پیداش میکنن. دختر روسی که مدل روسی بوده، اینو یک بار دعوتش میکنن به این جزیره و بعدش که برمیگرده خودکشی میکنه. روسلانا کورشینووا. و اینم عجیب بود. بحث آخری که به وجود میاد بحث اینه که تو این جزیره آدرنوکروم میساختن که ترامپ باش مخالفت کرده استفاده و ساختشو. به خاطر همینم بوده که بازیگرا علیه ترامپ خیلی وجهه گرفتن و کوبیدن ترامپو. پس توی این جزیره بوده. این از خون بچه‌ها به وجود میاد برای اینکه جوانسازی کنه. مثلا بعضی از بازیگرا رو مثلا دیدی خیلی جوونن، مثلا مثل تام کروز، سلن دیون و جیرد لتو، اینا استفاده میکردن مثل این که اینجوری که میگن. حالا باز یه ویدیو میذارم ببینیم تهش که اصلا داره میگه. Pushing into the skin. It is an extract piece of skin that came from a young person. برای اینکه خستگی از تنمون بره ما رو سابسکرایب کنید، یه لایکی کنید، اگه سوالی داشتید کامنت کنید و منتظر ویدیو فردا شب باشید.